15 ساعت. اینه این پیسه برقتان 15 ساعت در این ماه. مصرف خانه تان چند میه؟ 1-2 هزار میشه؟ اینه هم پیسه هم توی خمیه دیگه. اینه 2,500 دیگه با مصرف خانه. خیر ببینی. خدا عمرتان را دار سالا بسازه. نه دیگه گریه چیز نکنین، فقط بین در بغل ما. سلام کوکو. علیکم السلام. خوب هستی؟ بیا کم پیش از خود است. چی هست ای؟ یک پاپر است، آلوگک است، خسته است، نمکی، بریان، این چیزا. خب روز چند کار میکنی؟ الان روزانه میشه باز روز 100 روپیه، باز روز 1.5 ساعت. خب 100 روپیه 1.5 ساعت. خب اجازه است یک شب بخورم؟ عالی دیگه. 100 1.5 ساعت باز مشکل تو حل میشه؟ والا دیگه چی کنیم؟ اینجا خیلی خود استاد شو بخشی. چند نفر هستین در فامیل؟ کی است نانوار؟ 8 نفر. نانوار دیگه خودم است. خب باز روز 60 روپیه که کار کنی؟ قرض کردم میریم فامیل. این تا فعلا فامیل 1-2 لک خوب. از دکان قرض است. اوه خانه از خودتون است؟ خانه از خودم است. خدا مشکل تان حل کنه. خانه از خودم نباشه خودم کرام ایران میمانم چه رقم میشه. راست میگی. بچه کلان کس فامیل این نانوار؟ بچه کلان هم اینمی جلسان بچه است که بیکار. کار دلیسی مریم کار میکرد و صاحب کار رو گفت که بیادر الا که من خودم بچلانم ولی لونی بود. اون جواب جا داریم فرال بیکار از خانه. و این چه میچره کار وارد؟ خوبه گفتم که میرسد که باز وقت ساعت 1.5 ساعت. کس تانوز کمک نکردن مشکل تان حل شد؟ یک سال پیش 4 دوره مواد گرفتم دیگه. خب 4 دوره دادن باز ماه 4مش دوره 4مش قید شد کارتا. و این بل برق که می او نل که می یا می باز یا میشه دیگه زنیمی میشه 20 روپیه ذخیره کرده و 20 روپیه 10 روپیه یک چیز میشه. بیا که نیم روز چیزایی تا مکروش بخرم برو خانه قرار گرم میشه. چی گفتی؟ بیخیم بستال ببخشه بگه با دورا خورده بره. نه میخرم خیره میخرم. خب این دانه چند است؟ این 5 روپیه یا 10 روپیه. خب این اینه 1 روپیه 2 روپیه 3 روپیه 4 روپیه 40 روپیه نه؟ و اینیا چند است؟ یا 10 روپیه یا 5 روپیه. خب 40 روپیه 50 روپیه اینه 60 روپیه 70 روپیه 80 روپیه نه؟ خب بینه اینی هم 90 روپیه اینی هم 100 روپیه 110 روپیه 120 روپیه 130 روپیه 140 روپیه. 140. صحیح است؟ خب و این چند است اینی سباتکش که بخرم ایرام؟ سباتکش چند است؟ سباتک از خیلی بیگ 10 روپیه. خب این 2 تا است. خب یک شه میگیرم این یک شه 10 روپیه 140 بود 150 روپیه نه؟ خب اینیا چی است؟ این دیگه چیز است که تا دارم گیر کردم میرم باز میارم و میگه 4 دانش 10 روپیه. 4 دانش 5 روپیه. 4 تاش 5 روپیه. خب 2 4 6 8 10 12 13 دانه است. 14 تا 14 تا چند میشه؟ 14 تا دیگه 4 5 20 20 20 روپیه شد. چندی شد؟ 150. 150 شد. چند میشه ارزش؟ 150 140 بود 150 و 20 170 روپیه از ماشین حال یارو ما خریدیم خود میری خانه دیگه. صحیح؟ خب با دیگه جور بکنم. خب امروز شاید دیگه نکنیم. امروز خانه امروز نمیشه نه؟ خب حال ما پاش پیسه تا نمیتم. خب خوش هستی بخاطر که هر روز خب فروخته نمیشه نه؟ نه فروخته نمیشه. تا بگم بی تا شاید 1-2 خالته و 3 خالته شون بانو بسو. چی میگی؟ خب آخه نیست کاربار نیست که مردم بخره دیگه. کوی تو کسی باشه که آره من نمیتونم اولاد خدا فهم که روزانه با این 5
25 25 روپا او کلان خود طبعا میگه مرا یک میلیارد روپا آه راست میگی. از چی بچلانم نمیتونم بابا پیش که مکتب بود اون باشون بیاده نه ما 1000 خانه با خدا مرتان از سالا بسازه با جمله دوستا خدا یک آرامی رو بیاره در افغانستان خیر ما اینا باش پیسه یک ما برقتان چند می 2000 1000 15 ساعت اینا این پیسه برقتان 1500 دی ما خیر ببینید و از آبتان چند می یک 500 بیایه آو خب میریم از سن ماجت از نال میگیریم مصرف خانه تان چند می 1 2000 میشه اینا هم پیسه هم توی خمیه دیگه اینا 2500 دیگه با مصرف خانه خیر ببینی خدا مرتان از سالا بسازه نه دیگه یه چیز نگید فقط بین خود او خزمه است نه کلاش آه کلش